شما که برنامه باران رو انتخاب کردید برای تماشا، ملاحظه بفرمایید بخش‌های مختلف برنامه رو. ما مهمان‌های مختلفی داریم که در خدمتشون یک به یک خواهیم بود و امیدوار هستم که بتونیم برنامه شایسته رو تقدیم حضورتون کنیم. همراهی بفرمایید. اما در مورد ورود بنده به بحث طب، بنده به دلایلی مبتلا به بیماری‌های سختی شدم و از طریق پزشکی مدرن پیگیری کردم که مشکل خودم رو حل کنم. هر مقدار جلو رفتیم مشکل تشدید شد. روز به روز حالم وخیم‌تر شد و به جایی رسیدم که اطمینان به مرگی کردم. مطمئن شدم. اسم بیماری رو بگید ممکنه؟ مشکلات گوارشی شدید، کولیت روده، ضعف هاضمه، ضعف شدید اعصاب. کلا زندگی من تعطیل شده بود. به جایی رسیدم که اطمینان به مرگ کردم. خداوند متعال کمکم کرد، دستمو گرفت، با طب اهل بیت علیهم السلام آشنا شدم و روز به روز حالم بهتر شد. حالا اون موقعی که شما دارید علم ما رو میبرید به اون تاریخ، هنوز شما وارد حوزه نشدید یا شدید؟ این جریان بعد از ورود بنده به حوزه هست. بله. روز به روز حالم بهتر شد به برکت فرمایشات طبی اهل بیت علیهم السلام، طب طبیعی که خداوند متعال به رحمت خودش در خلقت طبیعی خودش قرار داده، تا اینکه در اثر بیماری و مطالب طب اسلامی رسیدم به تحقیقات طب اهل بیت. مطالب مهم و با ارزشی دستم رو گرفت و به این نتیجه رسیدم که وظیفه هست این مطالب رو به مردم برسونیم، چون میدونم مثل من زیاد هستن افرادی که مبتلا به مشکلاتی هستن و نمیدونن باید چی کار کنن. همونطور که بنده نتیجه دیدم، لازم هست این مطالب ترویج بشه و دیگران هم از علوم ناب اهل بیت علیهم السلام بهره ببرن ان شاء الله. خیلی متشکرم. تا اینجا داشته باشیم، بریم بخشی رو ببینیم که در واقع فعالیت‌های حاج آقای یکتا رو به ما نشون میده، در خصوص این طبی که در موردش صحبت شد و طب اسلامی نامش رو گذاشتن. با ما همراه باشید. من خودم مریضی حساسیت فصلی داشتم، خودم با خانمم پیش هر دکتری و هر کجا هم رفتیم و مراجعه کردیم و عکس برداری کردیم، سونوگرافی کردیم، نمیدونم خیلی چیزا انجام دادیم، سوزن ضد حساسیت، شربته ضد حساسیت مصرف میکردیم، نتیجه نگرفتیم. از ظهر از نماز اومدم خونه، تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر به بعد بود که یه تب شدید ما رو گرفت و اینقدر شدید بود که چند تا پتورم گذاشتن. محمد حسین از زمانی که دنیا آمده بود تقریبا 1 سالش بود که ما متوجه شدیم، بردیمش بینایی سنجی، گفتن که چشماش خیلی ضعیفه. بردیم پیش یه متخصص چشم پزشک، بعد متاسفانه دکتر گفت که چشمش ضعیفه و نوع ضعیفیش هم نزدیک بینه، یعنی به مرور که سنش بالا میره شماره چشمش هم بیشتر میشه. دفعه اولی که ما بردیمش دکتر، یکی از چشم راستش تقریبا 1.75 بود، چشم چپش 2.5 بود. از 1.5 سال 2 سال که شروع شد درمانش، یعنی در واقع ما دکتر دیگه میبردیم پیش یه متخصص چشم اطفال، میبردیم شیراز، به مدت مثلا هر 4 ماه یه بار 6 ماه یه بار که میبردیم، هر دفعه تقریبا 1 شماره 1.5 شماره به شماره چشمش اضافه میشد. از موقعی که حاج آقای یکتا اومدن به شهرمون، بعد ایشون به چیزام که کلا آشنایی داشتن بهش مراجعه کردم، صحبت کردم، ایشون داروی کلا گیاهی به من توصیه کردن، بعدش هم روغنی کلا همو
چیزی که خارجی روغن مایع جامد که مصرف میکردم همیشه درد عضلات اینا داشتم. برای سینه دردم و حساسیت به خودم و خانمم ایشون مثلا دارو که توصیه کردن داروگیایی حقیقتا من مصرف کردم. از موقعی که داروگیایی استفاده کردم حساسیت ها بالکل رفته، هم خودم هم خانم. یه وقت دیدم دخترم گفت که بابا جزوه هست مربوط به حاج آقا یکتا. گفتم بله. گفت توش نوشته اگه کسی تب شدید بگیره یه مقدار پیاز رنده بزنه کف پا بذاره تبش میاد پایین. گفتم اشکال نداره برام درست کن. خلاصه ایشون یه مقدار پیاز رنده زد و پاچه گذاشت و تو کف پامون گذاشتن، یه مقدار تو پیشونیمون گذاشتن. همینطور ما یا ام البنین میگفتیم یا مادر عباس میگفتیم و بعد از چند لحظه ای دیدم که این تب من فروکش کرد. از درون خودم یه انقلابی شد. بهشون گفتم که دیگه پتوها رو در بیارید. هر چند لحظه بعد پتو رو در می آوردن و بعد تمام پتوها که در اومدن بلند شدم و حس کردم که اصلا دیگه تبی در وجودم نیست. از طریق یه رابطی داشتیم با دکتر باقری و حکیم باقری و آقای یکتا آشنا شدیم. از همون زمان از تعطیلات عید به بعد آقا محمد حسین رو تحت درمان قرار دادیم، بردیمشون قم پیش آقای باقری. داروهایی که به ما دادن که گفتن باید ماهانه مصرف کنن و ماهی یه بار چشمشون رو حجامت کنن تا 6 ماه. الان تقریبا 3-4 ماه داره از اون موقع میگذره، یعنی تا حالا 3 بار ما چشمش رو حجامت کردیم. بعد از هر بار حجامت من بردم پیش بینایی سنجی می‌بردم که ببینم واقعا تغییری کرده یا نه و به لطف خدا ما متوجه شدیم تا دفعه قبل حجامتش از هر چشمی 2 شماره کم شده. یعنی نه تنها شماره چشمش بالاتر نرفته بلکه 2 شماره از شماره چشمش کمتر شده و اگر خدا بخواد رو به بهبوده تا انشالله دوره درمانش کامل بشه. خب من یه 2 نکته رو بگم. نکته اول این که اشاره کردم به جزوه. من الان از حاج آقا پرسیدم که حاج آقا جزوه دارید شما در مورد طب؟ گفتن جزوه بود، الان شده کتاب که دوست داشتم کتابشون باشه، تو برنامه نیاوردن همراه خودشون. اسم کتاب چیه حاج آقا؟ کتاب طب نجات بخش. طب نجات بخش. و مطلب دیگه من حقیقتا قبل از برنامه اصلا معلوم نبود بتونم برنامه رو اجرا کنم. این رو بگم خدمتتون به دلیل حالا هم مشکل روده خودم، سندروم روده تحریک پذیر، خدا کمک کردی حاج آقا رسیدن و یه فرمولی رو اجرا کردن. حالا این اتفاق افتاد. خدا کنه همه بیماران شفا پیدا کنن. حاج آقا فکر می‌کردید هم اول برنامه بعد به ورود بیاین مجری برنامه رو بله تکون بدی شما؟ خدمتتون عرض کنم اونجا هم اشاره کردم خدمتتون، اگر تو این مسیر قصدمون این باشه که مردم با اهل بیت آشنا بشن، من مطمئنم اتفاقاتی که پیش میاد کمک به این مسئله هست و بعید نیست که حالا مسئله شما از این مقوله بوده. یعنی همین امروز که ما حالمون خراب شد مهمان برنامه شما شدین اتفاق افتاد دیگه. صحبت کردن با آقای دکتر باقری، در مورد ایشون صحبت میکنید؟ آقای باقری استاد شما هستن؟ بله. بند ورودم به طب با استادم جناب آقای باقری بوده. این که عرض کردم بیمار بودم و وارد شدم به حیطه طب اهل بیت و الحمدلله درمان شدم. با مراجعه به جناب آقای باقری این مسئله شروع شد. به عنوان مریض به ایشون مراجعه کردیم و ارتباط ادامه پیدا کرد که بعداً شاگردشون شدیم و الان هم همکارشون. نمیدونم اگر ممکن هست همکارانم یه ارتباط با ایشون برقرار کنن و از زمان جناب آقای باقری هم مطالبی رو بشنویم. شما من دوست دارم که این احساس منه، حالا ممکنه اشتباه باشه، شما اونطوری که شایسته و بایسته است از توانایی خودتون صحبت نمی کنید به خاطر نمیدونم این تواضع و فروتنی. اجازه بدید ما چند نفر از عزیزان رو دعوت کنیم اونها در مورد کاری که شما صورت دادید صحبت کنم برام. خدمتتون عرض کنم توانایی که میفرمایید بنده در خودم توانایی نمی بینم که حرفی بخوام بزنم. اگر هم مردم نتیجه میگیرن اینها زیبایی ها و محاسن کلام اهل بیت علیهم السلام است. لذا مایل هستم بیشتر در موضوع محاسن کلام اهل بیت مطالبی مطرح بشه. با حمدالله یکی دو تا از بیمارای تالاسمیمون با توجه به دستوراتی که دین مبین اسلام در رابطه با
سلامت ما داده اومدن و طب اسلامی را بنای درمان خودشون قرار دادن و با اون مرکز طب اسلامی که در قم با مدیریت جناب آقای حجت الاسلام یکتا و جناب آقای حکیم باقری اداره میشه درمان خودشون شروع کردن و نتیجه خیلی خوبی گرفتن. یکی از این بیماران خانمی است به نام خانم سمیه پیامی که از بعد به تولد توی بخش پیش ما خون میگرفته. الان به حمدالله با توجه به رعایت این دستورات طب اسلامی که زیر نظر این هیئت حدود تقریبا میشه بگید زیر 2 ساله که دیگه توی بخش تالاسمی شهرستان دیلم خونگیری نمیکنه. یه سری از داروهایی به ما دادن، دارو ما استفاده کردیم، یه سری پرهیز غذایی بود که گفتن یه سری غذا رو نباید بخوریم، یه سریشو باید بخوریم. خلاصه ما رعایت کردیم این داروها رو، این غذاها رو، داروها رو استفاده کردیم. ما هم دعوتش کردیم، 1-2 بار اومده توی بخش، بچه ها دیدنش، بچه بیمار تالاسمی، براشون توضیح داده نحوه درمانشو، خیلی هم سخت نیست. الان نزدیک به 2 ساله، یعنی 1 ماه دیگه مونده که 2 سال بشه که هیچ مشکل ندارم. توی این 2 سال که زیر نظر دکتر باقری بودم خون تزریق نکردم، اون آمپولی که قبلا استفاده می‌کردم رو دیگه نمیزنم و الان هیچ مشکلی ندارم. و الان همین سوال شما برای بچهای کارشناسای مرکز بهداشت ما هم جای سواله که چرا این مدت نیومده، با توجه به اون ژن تالاسمی که توی بدنشه و هنوزم موجوده الان چجور داره زندگی میکنه. گفتیم برجت با توجه به این نحوه درمانی که از طب اسلامی و همه اطهاره الحمدلله خیلی خوب جواب داده و امیدواریم انشالله تو باقی بیماری تالاسمی هم شهرستان و هم بقیه ایران و استان بتونن جواب بدن و نتیجه بگیرن انشالله. بله، طب نجات بخش همون کتابی که در موردش صحبت کردم و شما بینندگان عزیزم خب به هر حال دوست داشتید که در موردش بدانید. مبانی و نسخه های درمانی حاج آقای محمد علی محمدی یکتا هست که مباحث زیادی داره. یکی از بینندگان ما همکار خوبمون جناب آسید علی رکنی بودن که تا متوجه شدم من گفتم کتاب حاج آقا همراه خودشون نیاوردن، ایشون فلفور از خونه اومدن، خونهشون نزدیک سازمان آوردن کتاب آوردن. دست در نکنه آسید علی رکنی، اگر گیرت اومد دیگه بعد خبرت میدم. آقا خیلی خوش آمدید جناب آقای پیامی عزیز، زنده باشید. شما هم خیلی خوش آمدید، خوش نماز روزه باشید. آقای پیامی، دختر شما بیمار بودن و تحت معالجه قرار گرفتن، درسته؟ بله. بیماریشون که الان تو بخشم دیدن دوستان؟ تالاسمی داشتن. تالاسمی مانور یا ماژور. ماژور یا مینور. ماژور یعنی نوع شدیدش. نوع شدیدی که نوعی که خونگیری. ما چند دو برنامه پیشم در خدمت بیماران تالاسمی بودیم. خب چطوری شد که شما اصلا ایشون رو شناختید، مراجعه کردید؟ ای دکتر منظورتون؟ بله، استاد عزیزمون جناب حاج آقای یکتا. بسم الله الرحمن الرحیم. دختر من از سن 6 ماهگی اینشون مریض شدن، مراجعه کردن به بیمارستان و تشخیص داده شد که ایشون بیماری تالاسمی دارن و دکتر تجویز کردن که ایشون باید حتما خون بگیره. بله. بدن ایشون احتیاج به خون داره و باید خون بگیره. بنا به نظر دکتر هر 1 ماه 1 بار ایشون خون میگرفتن. هر 1 ماه 1 بار؟ هر 1 ماه 1 بار باید خون بگیرن. بله. گذشت این قضیه تا خیلی هم سختی کشیدی دیگه. بله. اون موقع که الان 15-16 سال عزیز میگذره، اون امکانات که داخل دیلم نبود. شیراز میرفتیم یا شیراز یا اهواز. بیشتر مراجعه ما اهواز بود. بله بله. میرفتیم اهواز. اونجا دکترای متخصص و فوق تخصص دیدن، همه تایید کردن که ایشون بله بیماری تالاسمی دارن و احتیاج به خون دارن، باید حتما خونگیری کنن. بعد از 3-4 سال که خون گرفت، الان ایشون چند ساله شدن بعد از 3-4 سال؟ ایشون بعد از 6 ماه یعنی 3-4 سال، یعنی 4 سال و 6 ماه 6 ماه تقریبا شده بودن. بله. بعد دیدن که صورتشون یکم برآمدگی پیدا کردن، مراجعه کردن به دکتر آزمایش انجام دادن، گفتن ایشون که بعد از سن خون گرفتن آهن در بدنشون
اضافه شده. خب و باید یه آمپولی به نام دسفرال ایشون استفاده کنن. بله. که آهنی که در بدن استرس زیاد شده تنظیم بشه. این نسخه دکترا بود که بهش دادن اینا. اینم در حدود یه 10 سالی گذشت این استفاده میکردن تا به سن 16 سالگی که رسیدن. حالا تا سن 16 سالگی شما هر یک ماه یک بار ایشون؟ نه، سن آخر که میشد دیگه شده بود 20 روز، هر 15 روز یک بار. بعد میرفتی اهواز یا میرفت؟ نه دیگه سال آخر دیگه همون دیلم دیگه امکانات خون میگرفتی و خونگیری میکردنشون. به بخش تالاسمی دیلم مراجعه میکردیم اونجا هر 20 روزی 25 روزی. خب بستگی به فعالیت بدن ایشون داشت. خب و سنشون چون بزرگتر شده بود بیشتر احتیاج به خون داشت. بعد از گذشت چند سال البته با مشکلات و سختی‌های زیاد که طی کردیم ما متوجه شدیم که یه دکتری در قم است و طب سنتی انجام میده. ما که اطلاعات کاملی نداشتیم سوال کردیم این طب سنتی چه جوریه؟ گفتن این طب سنتی طبی که از ائمه گرفته شده. بله. و دانش مربوط به این بزرگواران هست. بله. و به دستورات ائمه اطهار این طب انجام داده میشه. بعد ما مراجعه کردیم به قم، به دکتر باقری اونجا بودن، ایشون رو دیدیم و مریض ما رو دیدن. ایشون که مریض دیدن گفتن مشکلی نیست، هیچ مریضی نیست که خوب نشه. از نظر ائمه همه مریضان شفا پیدا میکنن. گفتیم آقا ما تمام دکترها مریض ما دیدن گفتن این مریضی ارثیه. بله. و هیچ راه خوب شدنی نداره، امکان نداره این مریضی خوب بشه. راه درمانی فقط خون گرفتنه و چه بسا احتمال زیاد داره که طول عمرشون زیاد نباشه با توجه به اینکه خون اینا میگیرن. و ما تهران، شیراز، هر جا رفتیم همین رو بهمون گفتن. بله. چجوری شما اثبات میکنید که بسیار خوب بشین؟ گفت ما توکل بر خدا و بنا به دستورات ائمه ان شاء الله اگه شما هم دل ببندید به ائمه اطهار و قلبا و یقینا توسل کنید به اینا حتما خوب میشید. به دستورات ائمه رو هر چی ما گفتیم شما انجام بدید ان شاء الله خوب بشه. خب بعد اجازه بدید هم کلام بشیم با الان جناب آقای باقری الان پشت خط هستن. امیدوارم که ارتباطمون برقرار شده باشه. حاج آقای باقری، عرض ادب و احترام خدمت شما، نماز روزتون قبول باشه. زنده باشین. سلام و رحمت الله. زنده باشین. خیلی خوشحالیم با شما گفتگو نماز روزهای هموطنان ما همه مسلمان‌ها را قبول کنید ان شاء الله. زنده باشین. متشکرم. ما در برنامه هستیم که جناب آقای پیامی به عنوان بیمار شما با دختر خانمشون حاضر هستند و حاج آقای محمدی هم به عنوان شاگرد برجسته شما که خودشون الان دیگه کسوت استادی رو دارن حضور دارن در برنامه. دوست دارم قدری در مورد این در واقع علم برامون صحبت کنید. البته حاج آقای یکتا صحبت کردم برامون، ولی آنچه که فکر میکنید بایسته و شایسته است خیلی کوتاه برامون شما در مدت زمان 3-4 دقیقه برامون خلاصه کنید ممنون میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضه بدارم که ما به هر موضوعی که میخوایم وارد بشیم، بله، ورود پیدا کنیم، باید از اون موضوع یه تعریف صحیح داشته باشیم. بله. در غیر این صورت نباید وارد بشیم. درسته؟ تعریف صحیح به تعریفی میگن که جامع، مانع، کامل، ثابت، مطلق، معتدل، علمی، کاربردی، آسان، مستند، مفید، هماهنگ، قابل قبول و غیر قابل نقد برای مخالف و موافق باشه. یعنی چه؟ یعنی اینکه طبق این تعریف ما اگر کاری انجام بدیم، یه کار شخصی، 2 نفره، خانوادگی، قومی، قبیله‌ای، ملی، این کار اقتصادی باشه، سیاسی باشه، فرهنگی باشه، طبی باشه، معماری باشه، کشاورزی باشه، هر نوعی باشه، از نتیجه این کار یک نفر در دورترین نقطه دنیا متضرر نمیشه، ضرر نمیکنه. یعنی من که تبریز، تهران یا قم یا روسیه یک کاری بر مبنای تعریف اسلامی انجام میدم، در ژاپن و آمریکا و آمریکای جنوبی آفریقا یه نفر از کار من ضرر نمیکنه، یک نفرم نیست که در دنیا از کار من ذینفع نباشه. یعنی همه سود میبرن، هیچ کی ضرر نمیکنه.
این تعریف رو فقط مکتب اسلام داره و در رأس اون مذهب اصیل تشیع، یعنی علم ولایت. ولایت چیه؟ ولایت حقیقت علمه. هر کس از ولایت محروم باشه از علم محرومه. 4 تا رکن داره ولایت، ارکان 4 ولایت. 1 علم شناخت نعمتها. 2 علم بهره برداری صحیح از نعمتها. 3 علم شناخت بحرانها. 4 علم حل بحرانها. بر طبق این 4 اصل ولایت وقتی ما برنامه ریزی کنیم زندگی شخصی، قومی، قبیله، ملی، بین‌المللی، کشوریمون، همه دنیا از ما بهره‌مند میشن، هیچ کس هم از ما آسیب نمیبینه. این حقیقت علمه. الان متاسفانه قوانینی که بین‌المللی هست، چه قوانین قضایی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، طبی، معماری، کشاورزی، روانشناسی، هر موضوعی که در دنیا هست ضد این 4 اصل عمل میکنه، یعنی به ضرر بشر، که نتیجه میشه ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس و یا من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. نابودی محیط زیست و نسل انسان. اینی که دنیا اگه بخواد نجات پیدا کنه، همه انسان ها باید بیان طرف علم. علم هم حقیقتش ولایته. ما باید اینو که الان اینو داریم در اختیار، اینو احیا کنیم، زنده کنیم. اول به شهر خودمون، بعد شهرهای دیگه، استانهای دیگه، کشور خودمون، بعد به دنیا اعلام کنیم. یعنی اگر ما اینو انجام بدیم، خود به خود دنیا متوجه این روشن شدن نور میشه و به طرف ما میاد. که در روایت های آخر زمان هم داریم که زمانی میرسه علم در ثریا باشه، ایرانی ها دست پیدا میکنن و همه دنیا برای فراگیری علم به ایران رو میارن. و این علم اون علمی نیست که در غرب اتفاق افتاده. ما 3 نوع علم داریم: علوم الهی، علوم نفسانی، علوم شیطانی. علوم الهی علوم است که انزلناس، انسان در تولید اون هیچ نقشی نداره و این به طریق سوال و دعا از خدا به وجود میاد، به دست میاد. که سیره ائمه رو شما ببینید، همش مضامین دعاهای ما چجوری شروع میشه؟ اللهم انی اسألک. اهل بیت سوال از خدا رو رها نمیکنن برن با آزمون خطا علوم صحیح و غلط دست پیدا کنن. یه علوم نفسانی داریم که من دلم میخواد، انسان فکرش و عقلش و شعور احساس و همه استعدادا رو به کار میبره بدون نظارت وحی دینی ولایت. به وحی میگه، به خدا میگه، به رسول میگه، به ولایت میگه شما دخالت نکنید، من خودم بلدم، عقل دارم، فکر دارم. این اون علوم مثبتی که در غرب اتفاق افتاده. این علوم در شرایطی که خوب صحیح تولید بشه و صحیح استفاده بشه، بیش از 90% تو ضرر زیانه، کمتر از 10% سود. که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر عملی که با علم همراه نباشه، یعنی علوم الهی، بخش زیادی از آن ضرر زیانه، بخش اندکی از آن سود میشه. بله. یه علوم شیطانی هم داریم. پیامبر و امیرالمومنین فرمایند یا علی، به همون تعداد که تو علوم مفید، علم مفید بلدی، شیطان هم علم غیر نافع بلده. یعنی در مقابل هر حقی باطل وجود داره. متاسفانه الان در اکثر دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی غرب و جهان شرق هم همینطور علوم شیطانی داره توسعه پیدا میکنه. یعنی بیش از 90% علوم دانشگاه الان در دانشگاه‌های معتبر جهان غرب، اروپا و آمریکا، تحریف معارف قرآن اهل بیته. یعنی برنامه ریزی شده است. یعنی روایت و این کار صهیونیست‌ها میکنه. این روایت رو میگن ما ضد این فرمول علمی میخوایم، با فیزیک، شیمی، ریاضی، هندسه، معماری تولید کنیم. بله استاد گرامی، من تشکر میکنم از توضیحات شما، چون که ما مصداق‌هایی تو برنامه داریم و همین برنامه باران هم همونجوری که شما اشاره فرمودید یک نمونه میتونه از گسترش این علم. الان مثلا نمونه 2 تا میگم من. بله. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند اگر 2 ذراع بالاتر از زمین خوابیدید حتما صدقه بدهید، بسیار خطرناک است. کلمه حتما، صدقه، بسیار خطرناک و
مولا امیرالمومنین علی امیرالمومنین از لحاظ شخصیت علمی چه شخصیه؟ میفرمایند اگر تمامی پرده های غیب بری کنار، از عالم زمین به آسمان ها چیزی برای من تازگی نداره. این شخصیت علمی میفرمایند اگر 2 ذراع بالاتر از زمین خوابیدید حتما صدقه بدهید، بسیار خطرناک است. بله. اگر 7 ذراع بالاتر از زمین خوابیدید هم صدقه بدهید، هم 4 طرف دیوار را آیت الکرسی بنویسید بزنید. الان معماری ما چیه تا آپارتمان سازی تهران شهرستان‌های کلان ما؟ الان همکف و شهرداری اومده قانون گذاشته همکف باید چی باشه؟ پارکینگ. بله. فقط طبقه اول و یه عده ممکن از ضرر در امان باشن. طبقه بالاتر از 7 ذراع یعنی طبقه اول آپارتمان نه آیت الکرسی جواب میده، نه دعای کمل، نه زیارت عاشورا، نه قرآن. باز امیرالمومنین فرماید عاقل پاش از زمین نمیکنه. خونه هاتون رو بلندتر از مسجد نسازید. خونه روبرویی حق نداره بدون اجازه پشتری دیوارشو بلند کنه. بله. بعد در توالت باید ته حیاط باشه. من فکر میکنم مصداق آقا خیلی زیاد هست و الان توی انشالله یه برنامه بتونیم در خدمتتون باشیم. همون باید کوچه باشه. بله. الان ما معماریمون چیه؟ بله خب معماریمون از غرب تقلید کردیم اینو که روحانی ما نیاوردن که علمای ما نگفتن که درسته. ما این از غرب تقلید کردیم. فلذا مقام معظم رهبری فرمودن چی؟ فرمودن غرب چیزی ندارد از آن تقلید کنید. بله. در مورد دانشگاه فرمودن چند ماه پیش بود فرمودن اگر میخواهید دانشگاه علمی هم بشود باید اسلامی شود. خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. خوشنماز روزه باشید. آقا ما بحث رو با آقای پیامی ادامه میدیم اینجا. بعد از چند مدت دختر خانمتون دیگه نیاز به خونگیری پیدا نکردن؟ اینو به ما بگید که مهمانهای بعدی هم میخوان اضافه شن، وقتمون خیلی کمه. عرضم به حضور ما بعد از مراجعه به حکیم باقری که دارو به ما تجویز کردن، ما حدوداً 3 ماه 4 ماه گذشت از مصرف دارویی که حکیم به ما داده بود، دیدیم حال دختر خانم بهتر از اون. تو این مدت خون نگرفتن دیگه از 4 ماه بعد که دارو مصرف کردن دکتر گفتن که حکیم گفتن 1 ماه اول یک کم بگیرن، بعد از یکم گفت دیگه قطع کنید خونو. گفتم حکیم پس ایشون دسفرال مصرف میکنن، دسفرال چون بعد از گذشت 3 ماه 4 ماه دسفرال دیگه بزنین کنار. الحمدلله الان نزدیک به 1 سال و 8 ماه از این قضیه میگذره، از قضیه خون گرفتن ایشون میگذره. یعنی الان شما هیچ مشکلی ندارین خانم پیامی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم بعد از اینکه دکتر گفتن که طبی که یعنی درمانی رو که میخوام شروع کنم باید با توسل به ائمه باشه، ما هم توسل کردیم و ادامه دادیم. از موقعی که دیگه الان 1 سال و 8 ماه هست که خونگیری نداشتم و اون آمپولی که مرتب استفاده میکردم الان دیگه استفاده نمیکنم، هیچ مشکلی ندارم. خب خدا رو شکر. بعد خودت هم به لحاظ جسمانی اون در واقع توانایی بیشتری که به دست آوردی متوجه میشی تا اون موقعی که بله الان فعالیت‌های روزانه عادی معمولی مثل بقیه که انجام میدم، تازه فعالیتام خیلی بیشترم شده. خب خدا رو و هیچ مشکلی ندارم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. ما چون که وقتمون خیلی اندک است تشکر میکنیم از خانواده محترم پیامی. در خدمت حاج آقای یکتا خواهیم بود و دعوت میکنم مهمانان دیگری به جمع ما اضافه بشن. شما یه بخش رو ملاحظه بفرمایید. ما حدوداً 5-6 سال پیش متوجه شدیم که مادر شوهرم هپاتیت سی داره، یعنی بیمار به قولن هی روز به روز ورم کرد و حالش سخت شد تا دیگه رفتیم بردیم پیش دکتر و اهواز و این طرف و طرف عکس آزمایش و خیلی گرفتارش بودیم بیمارستان و همه جا. یعنی دکترها به قولن جواب کردن، گفتن که هپاتیت سی داره، اینم دیگه کاری نمیشه براش کنی، فقط باید پیوند کبد بشه. پیوند کبدم که برای اون مقدور نیست، هم پیره به قولن هم هزینه‌اش سنگینه، ما از عهده‌اش بر نمی‌آمد. همه دکترها گشتم، سیزن اما گرفتم، همه چی کردم، واسه خوب نمی‌آمد. بعد خب دیگه ما پیگیر شدیم تا یه دوستی داشتیم از اهواز، تو تلفن بهم گفت که یه دکتری هست قم میاد هفته یه مرتبه با مریضای سخت و اینجوری درمان میکنه. دیگه ما هم
با آقامون گفتیم که توکل بر خدا، حالا اگه میشه تا ما اینجا هم ببریمش ببینیم چی میگه. چوبتم چربی داشته، اوسو نونه ها باتیز میخونم شمرانو میدم نون ندارم خاله. خب پاتیز هم داشتم. گردن به بالاش یعنی قسمت سرش ایناش کبود بود که حتی ما خانواده همون میگفتن که امسال دیگه به قولن ای تموم میشه. پریز گم مرغ نخواه، گوشت نخواه، چرزشتکی نخواه، ماز نخواه، شیر نخواه، این حالا ما نخوردم، هیچ نخوردم. خب دیگه ما اومدیم به امید خدا و داروها رو شروع کردیم و هر کاری از دستمون بر اومد. یعنی 2 هفته‌ای به قولن یک تغییر اساسی کرد که هر کس میدیدش تعجب میکرد، میگفت که ای همونه. دیگه وضعیت جوری شد، ما مثلا خونمون طبقه بالاست، خودش از پله ها میتونست بره پایین بیاد. دیگه الحمدلله روز به روز بهتر شد تا دیدیم خوبه. پریزا رو دیگه کامل انجام دادیم، داروها رو هم میدادیم تا دیگه الان هم پریزاشو به قولن همون رو طب اسلامی غذا و اینا هست. گو دوایی رو نبخواه، من افسر وقتی کردم شو و پریز کردم و نراتم در و هیچ جا هم نچی نکردم، هم بخار خونه بیدم درد که خوبا بیدی. خدا که همه هم خوب کنه میشه. دکتر شیمیایی دیگه هیچی نمی بردیم، یعنی هر وقت مشکلی پیش می اومد زنگ میزدیم، با دکتر باقری صحبت میکردیم، از طریق تلفن بهمون میگفت چه کار کنین، نه مشکل حل میکنیم. بچه‌ها گفتن که ما میخوایم ببریم و مثل که نافش پارگی داره باید عمل بشه و اینا، گفتیم باشه دیگه شما هم صلاح اختیاری همش که ما بچهش نیستیم. دیگه بردن تا دکترها خواستن عملش کنن، به قولن 2 هفته پیش گفتن که ما میترسیم، چون ما قبلا بیبهان هم خیلی برده بودیمش پیش دکتر، میدونستن دکترها که این مریضی داره، گفتن که ما میترسیم عملش کنیم و این هپاتیت داره، میترسیم باید برامون دستکش مخصوص بگیره. خب ما دیگه 2 جفت دستکش به قولن براشون گرفتیم، 300 تومان عمل کردن. بعد از عمل آزمایش که کردن تا به حمدالله هپاتیتش برطرف شده. خب دوستان عزیز، ما چون که میخوایم صحبت کنیم بیشتر با حاج آقای یکتا تو این 8 دقیقه پیش رو و به هر حال میخوایم بیشتر این طب معرفی بشه، اینی که مهمانم نداریم و سوال کردن خیلی از دوستان، با تلفن‌های سازمان تماس گرفتن، نام کتاب رو خواستن بدونن که طب نجات بخش هست که من معرفی کردم خدمتون. بعد گفتن آقا ما چجوری میتونیم با شما ارتباط برقرار کنیم، مراجعه بکنن بیمار دارن؟ بله خدمتتون عرض کنم، به عقیده بنده طب اهل بیت این نیست که مردم به طبیب مراجعه کنن. طب اهل بیت این هست که مردم خودشون طبیب بشن و فعالیت های بنده هم در همین جهت هست، تحقیق و تعلیم. و حاضرم در هر جایی که افراد مستعد باشن خدمتشون برسن برای انتقال اطلاعاتی که در حیطه طب اهل بیت علیهم السلام هست. و لازم هستش که همه مراجعه کنن، طب رو کامل یاد بگیرن. در زمان ما انقدر بیماری ها زیاد شده، انقدر شرایط بیماری زیاد شده که با نیم ساعت، 1 ساعت یا حتی اگه 2 ساعت برای ویزیت وقت بگذاریم، بیمار تمام جوانب بیماری خودش رو آشنا نمیشه و لذا امکان داره نتیجه نگیره. اما وقتی دوره آموزشی رو افراد ببینن، کامل طب دستشون بیاد، به تمام جوانب انشاءالله میتونن احاطه پیدا کنن. مطالعه کتاب میتونه تاثیرگذار باشه تو این قضیه؟ کتاب حد زیادی مطلب رو دست افراد میده ولی کافی نیست، تحقیقات بیشتری نیاز هست. بله. حاج آقا یه سوالی در خدمت. ببخشید البته. خواهش میکنم. درآمد شما هم مثل آقایون اطباء خوبه، درآمد خوبیه؟ درآمد ما خیلی از درآمد آقایون اطباء بیشتره، جدی عرض میکنم. تعبیرتون؟ بله، بنده در قبال مطالب آموزشی و ویزیت هایی که انجام میشه گهگداری
به عنوان حق ویزیت قرائت دعای 27م صحیفه امام سجاد علیه السلام رو مطالبه میکنم و به بیمار میگم شما چه نتیجه بگیری چه نتیجه نگیری این حق ویزیت من هست و عقیده دارم که صاحب ما صاحب همه عالم هست، ما سر سفره اون نشستیم و همین که توفیق داده به ما که این مطالب رو ترویج کنیم بالاترین مزده. حاج آقا تا حالا یک بیماری مراجعه کرده به شما که واقعا خودتون فکر کنید کاری از دستتون بر نمیاد و وقتی این شفا صورت پیدا کرده خودتون بیشتر نسبت به این طبی که الان این همه بهش محیط هستید و آشنایی دارید بیشتر نزدیک شده باشید؟ در تمام مواردی که بیمار به ما مراجعه میکنه ما از درمانش ناامید هستیم و فقط با امید به عنایت حضرت حق نسخه می نویسیم. بله در خیلی موارد نتیجه هایی که میگیرن اعتقاد ما رو به علوم اهل بیت بیشتر میکنه. یه مثال میارید کوتاه برام بگید. موارد زیاده. یه مورد همین دیلم داشتیم، فرزندی داشتن پلاکت خونش پایین بود، من نسخه ای نوشتم و خیلی امید نداشتم که شخص نتیجه بگیره. مرتبه بعد که دیلم اومدن و بعد از جلسه تشکر کردن، گفتن بچه‌مون درمان شد. خدا رو شکر. بله من جناب آقای بهرام نژاد خیلی دلم میخواد از محاسن کلام اهل بیت برای مردم خواهش میکنم. این 3 دقیقه پیش رو در اختیار شماست کاملا. بله عرض شد یکی از محاسن کلام اهل بیت علیهم السلام این هست که علم غیر قابل تغییر و غیر قابل تبدیل در اختیار بشر قرار میدن و تا قیامت ثابته، با تجربه و آزمایش تغییر نمیکنه. مثلا شخصی اعلام کرد که جایگاه میکروب وبا آب هست، وبا از طریق آب منتقل میشه. خیلی تقدیر و تشکر کردن، تجلیل کردن که چه کشف مهمی. این شخص آدم منصفی بود، گفت کشف مال من نیست، این کشف از امام 4 شیعه حضرت سید الساجدین علیه السلام است. اقرار میکنه که من در دعای 27م صحیفه سجادیه مطالعه میکردم، دیدم امام سجاد علیه السلام دشمنان دین رو نفرین میکنه، از خدا میخواد خدایا آب دشمنان دینت رو با وبا ممزوج کن، اللهم وامزج میاههم بالوبا. خوبه صحیفه سجادیه تو همه خونه ها باشه. این فراز رو هم عزیزان مراجعه کنن، خدایا آب آشامیدنی دشمنان دینت رو با وبا ممزوج کن، دشمنان حقیقت، دشمنان بشریت. میگه این رو در صحیفه دیدم، رفتم پیگیری کردم، تحقیق کردم، دیدم جایگاه میکروب وبا آب هست. تحقیق انسان رو به علم میرسونه در صورتی که بر پایه و اساس وحی باشه. حالا من یه سوال از بینندگان محترم دارم. عزیزان آیا اون آقایی که جایگاه میکروب وبا رو میدونه به علم لدنی خداوند متعال این علم در اختیار ائمه گذاشته، آیا به نظر شما پیشگیری و درمان وبا رو بلد نیست؟ مسلماً در روایات شما بررسی کنید، تحقیق کنید، روایات فراوانی در مورد وبا هست و دیگر بیماری ها. این سوال پیش میاد اگر ائمه علیهم السلام پیشگیری و درمان وبا رو میدونستن چرا پس وبا شیوع داشته؟ حتی همین الان هم گاهی وقتا، بله تابستان مخصوصا، وبا میاد میره. جواب یک کلمه هست، همون دشمنان بشریت، همون دشمنان حقیقت، دشمنان دین که امام سجاد در دعای 27م نفرینشون میکنه، همین ها مانع ترویج علوم اهل بیت شدن، نگذاشتن علوم اهل بیت ترویج بشه، مردم با این علوم آشنا نشدن و گرفتار بیماری ها شدن. برای اینکه افراد بدونن چه کسانی مانع شدن در طول تاریخ، میتونن به تاریخ مراجعه کنن، از جمله کتاب مکالمات حسنیه در دربار هارون الرشید پرده بر میداره چه افرادی نگذاشتن ولایت اهل بیت و علوم اهل بیت منتشر بشه. الان وضع بیماری ها خیلی وخیمه، مردم ما شاهد هستن که روز به روز سرطان، MS، بیماری های کلیوی، دیابت روز به روز داره بیشتر میشه. بله. وقت نیست که من دونه دونه عرض کنم شیوع این بیماری ها به خاطر دوری از علوم اهل بیت.
ولی تضمین میکنم برای مردممون که اگر برگردیم به علوم اهل بیت 1 سال بیشتر وقت نیاز نیست تحقیق در علوم اهل بیت. یقینا با بازگشت به علوم اهل بیت این مشکلات حل خواهد شد و ان شاء الله زمینه برای ظهور علم کامل، علم پس پرده حضرت حجت ابن الحسن آماده میشه ان شاء الله. پایان صحبت شما همراه شد با تیتراژ پایانی برنامه ما. حاج آقای یکتا خیلی متشکرم از آمدنتون. خدای 100,000 مرتبه شکر که به ما این توانایی دادی که امروز هم بتونیم در خدمت بینندگان باشیم. برای همه بیماران آرزوی سلامتی میکنیم. خدایا 100,000 مرتبه شکر. خداحافظ.